خب سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز اومدیم یزدگردی. الان قراره که بریم زندان اسکندر یا مدرسه ضیاییه رو ببینیم که من در طول فیلم برداری بهتون تاریخچه‌شو میگم. اینا ببخشید این جواهرات طلا هم یا مسن؟ مسن. جواهرات مسی. این چه مشکله؟ خیلی دوست داشتیم زیرزمین رو ببینیم. زیرزمین متاسفانه کاف هست به متصادیش نهید. خیلی جالب شده مثلا من این شهر تاریخچه زندان اسکندر برمیگرده به زمان اسکندر مقدونی که این زندان در واقع وسط بیابون ساخته شده بوده و اصلا شهری به اسم یزد وجود نداشته. این زندان به این دلیل ساخته شده بوده که اسکندر مقدونی مخالفانش که میخواستن تبعیدش کنن رو اینجا زندانی کنه. بعد از این که اسکندر مقدونی شکست میخوره و پاش از ایران کنده میشه، در نزدیکی این زندان و اطراف زندان شروع میکنن به خونه ساختن و خلاصه که شهر یزد رو بعد از زندان اسکندر تشکیل میدن و در واقع تبدیل به شهرش میکنن اون منطقه رو. و وقتی که نزدیک میشیم به بافت تاریخی یزد، دیوار قلعه‌ای که دور شهر بوده و اینا کامل مشخصه و خیلی راحت میتونین بفهمین که اینجا در واقع یزد قدیم بوده و یه قلعه‌ای بوده که داخلش یزد رو مثلا ساختن. بچه ها سقف خیلی بلندی داره، نگاه سقفش میکنی سر گیج میره قشنگ. این یکی از سنگنگاره های کوه ارنانه، یکی از جاذبه های توریستی کوهستانی استان یزده که حالا این تیکش جدا شده و آوردنش اینجا. در ادامه تاریخچه این زندان، شخصی به اسم ضیاءالدین حسین رضی تصمیم میگیره که این زندان رو تبدیل به مدرسه کنه و دانشمندان زیادی تو این مدرسه شروع میکنن به درس خوندن. به همین دلیله که به زندان اسکندر مدرسه ضیاییه هم میگن. داخل این زندان اسناد و مدارکی از سال 631 هجری قمری پیدا شده که این مدارک مربوط می شده به 8 قرن پیش و این ساختمان 8 قرن قدمت داره.
کجا بود مس داشت؟ اینا همش کار دسته. دل کار دست خودمونه. خب بچه ها اینم از این ویدیو. امیدوارم که از ویدیومون خوشتون اومده باشه. دوستتون داریم و خداحافظ. خداحافظ.